تا حالا به این فکر کردی که چرا و چطور بعضی از آدم‌ها هر هدفی رو که انتخاب میکنن علیرغم شکست‌های متعدد توی مسیر به هدفشون میرسن و موفق میشن؟ ولی چرا تو اینجوری نیستی؟ پروفسور کارول دویک، روانشناس و استاد دانشگاه استنفورد، نظریه‌ای داره به نام نظریه طرز فکر رشد. این نظریه میگه افراد در طرز فکر به دو بخش تقسیم میشن: افرادی با طرز فکر ثابت که معتقدن توانایی‌ها، هوش و استعدادشون ثابته و نمیشه تغییرش داد. ولی گروه دوم، گروهی هستن که ایمان دارن استعداد، هوش و توانایی‌هاشون با تلاش و پشتکار و یادگیری میتونه رشد و توسعه پیدا کنه. برای اثبات این نظریه پروفسور دویک و تیمش یه آزمایش طراحی و اجرا کردن. اسم آزمایش مغز و طرز فکر رشد بوده. توی این آزمایش پروفسور دویک با استفاده از فناوری تصویربرداری مغز یا fMRI مغز دو گروه شرکت کننده رو آزمایش و تصویربرداری رو بررسی میکنه. گروه اول گروهی با طرز فکر ثابت و گروه دوم گروهی با طرز فکر رشد بودن. آزمایش به این صورت بوده که به هر دو گروه وظایف پیچیده برای انجام داده شده که نیاز به تلاش و تفکر و در بعضی موارد حتی نیاز به تغییر رویکرد برای حل مسئله داشتن. نتیجه تصویربرداری از مغز هر دو گروه هنگام انجام وظایف پیچیده‌شون نشون داده افرادی که دارای طرز فکر رشد بودن در مواجهه با چالش‌های پیچیده فعالیت مغزی بیشتری در مناطقی از مغزشون نشون دادن که مربوط به یادگیری و حل مسئله میشه، مثل منطقه قشری پیشانی که نشون میده که این افراد از مغزشون خیلی بیشتر برای تلاش و پیدا کردن راه حل‌های جدید استفاده کردن. در مقابل افرادی که طرز فکر ثابت داشتن فعالیت مغزی کمتری توی این مناطق از مغزشون نشون دادن و در مواجهه با چالش‌ها تمایل داشتن که از تلاش دست بردارن و شکست رو به عنوان یه نشونه از ناتوانی خودشون در نظر بگیرن. این آزمایش نشون داد که تمرکز فقط بر هوش یا استعداد به عنوان یک ویژگی ثابت میتونه ترس از شکست رو افزایش بده، در حالی که تأکید بر تلاش به افراد کمک میکنه که شکست‌ها رو فرصتی برای یادگیری و رشد ببینن.